کانگال سگ چوپان و یکی از نژادهای برتر جهان است که زیستگاه اصلی آن کشور ترکیه و ایالت سیواس می باشد. این سگ با نامهای دیگری چون آناتولی شپرد شهرت داشته و به علت ویژگی‌های خاص خود در بین نژادهای مختلف جهان جایگاه خوبی را پیدا کرده است. کانگال یکی از 30 سگ نگهبان احشام است که در کشورهای متعدد اروپایی و آسیایی پرورش یافته و هر کدام قسمت مهمی از فرهنگ و تاریخچه آن منطقه محسوب می‌گردند. این نژاد دارای جثه‌ای بزرگ، قدی بلند، استخوان‌بندی قوی، سری بزرگ و پهن میباشد. گوشهای مخملی سیاه و آویزان و دم پیچید. پوزه سگ کانگال به رنگ سیاه بوده و سایر قسمت‌های بدن این حیوان از قهوه‌ای روشن تا خاکستری متغیر میباشد. رنگ و چگونگی موی این حیوان مهمترین و بهترین راه شناسایی این سگ از هم نوعان خود به شمار می‌آید. این سگ به طور اختصاصی به عنوان سگ نگهبان شناخته شده است. هوشیاری و دفاع از حیوانات بومی و گله‌ای و نیز وفاداری به خانواده‌ای که تعلق دارد از ویژگی‌های این نژاد است. در زمینه‌های فوق قدرت، جسارت و شهامتش توانسته است خود را دوست داشتنی و مورد مهر و محبت انسان‌های حیوان دوست قرار دهد. کانگال در مواجهه با هر گونه خطری برای حفظ گله با دقت زیاد وظیفه خود را به اثبات رسانیده است. جالب است بدانیم که این حیوان با توجه به ویژگی‌های ذکر شده بسیار محافظه‌کار بوده. با غریبه‌های بی خطر و افراد خانواده مهربان میباشد. اما به هر صورت عملکرد این حیوان به نحوه آموزش آن از طرف صاحبش که باید دقت زیادی را به خرج دهد بستگی دارد و لازم است این سگ با آموزش اختصاصی قانونمند گردد. ارتفاع سگ کانگال نر 77 الی 86 سانتی متر و در ماده ها 72 الی 77 سانتی متر می باشد. همچنین وزن نرها 50 الی 66 کیلوگرم و ماده ها 41 الی 54 کیلوگرم است. و اما نگهداری سگ کانگال. نگهداری این سگ در آپارتمان و در جوامع شهری توصیه نمی گردد. زیرا سگ کانگال در محیط‌های بسته فاقد فعالیت بوده و برای زیست طبیعی خود نیاز به محوطه‌ای بسیار بزرگ دارد. یک سگ خوب آموزش دیده بی‌دلیل حالت تهاجمی به خود نمی‌گیرد و همیشه گوش به فرمان صاحبش است. این سگ با کودکان مهربان بوده و بچه‌ها را دوست دارد. سگ کانگال پرسه‌زن خوبی است، به سگ‌های ولگرد و نیز به هنگام شب به افراد مهاجم حمله ور می شود. بنابراین لازم است این سگ همیشه در مهار صاحبش باشد. آموزش سگ کانگال. آموزش کانگال باید با مهارت صورت گیرد. این سگ نیاز به تمرین و تحریک مغزی دارد. گردش روزانه در محیط‌های وسیع، پرش، دویدن و تمرین گذر از موانع سخت در آموزش کانگال باید لحاظ گردد. آموزش غلط و ناکافی عدم امکان مهار کانگال را به همراه خواهد داشت. وزن یک توله کانگال هنگام تولد 900 گرم. کانگال سگی است بسیار هوشیار. از این رو سگ‌های کانگال محافظان خوبی برای احشام و انسان به شمار می‌آیند. حفاظت سگ‌های کانگال از گله‌های احشام با توجه به تعداد رأس آن گله به صورت دوتایی و یا گروهی می باشد. هنگامی که این سگ مشکوک می شود می ایستد و با دم و گوش‌های برافراشته‌اش هشدار می دهد و گوسفندان را اطراف خود جمع می کند. اولین غریزه سگ کانگال او را وادار به قرار گرفتن در بین گله کرد. کرده سپس احشام به طور امنی در پشت سر او قرار می‌گیرند و کانگال با مهاجم در روبرو می‌ایستند. اگر این دشمن یک گرگ باشد بعد از یک درگیری فیزیکی او را مجبور به فرار کرده و یا کاملا گرگ را از پای در می‌آورد.
از آنجایی که خاستگاه این سگ در کشور ترکیه و شهر سیواس می باشد، این سگ از ارزش بسیار ویژه‌ای در آن کشور برخوردار است، تا جایی که در تمبرهای یادگاری کشور ترکیه از تصویر این سگ نیز استفاده شده است. گفتنی است که از آنجا که صنعت دامداری در شرق ترکیه رو به کاهش می باشد، سگ‌های اصیل نژاد کانگال و از نوع کلاسیک آن در حال اصلاح نژاد بوده و تعداد آنان به طور چشمگیری در حال افزایش است. به منظور حفظ و حراست از نژاد کانگال، دولت ترکیه تعدادی از مراکز تربیت این سگ‌ها را با حمایت‌های مالی خود در مناطق مختلف آن کشور در نظر گرفته است.